یوسف جان دیگر چشم از تلویزیون نمیکند و اکنون هر وقت میخواهد میتواند فیلم تصویری تماشا کند. در واگن تنگوتار آهنینی که چند ماه اخیر خانواده یوسف جان در آن زندگی میکرد، تلویزیون و عموما شرایط مساعد برای روزگذرانی نبود. خدا باشد که با جان اکثر بهتره. مثل گپ نه در اوان نه در تاریان نه نمیان. همه شرایط دارند؟ همه شرایط همه اسلوبی داره. بعد نشر گزارشی از شرایط بدی این خانواده در رادیوی آزادی، یک صاحبکار آنها را در خانه خود جای کرد. گرفت ما را بگونی روزی آور ما را به چیز چهار آور ما را گرفت ایدارش درون کرد. گفت که همینجا داشتینه. گفت 4 ماه نه پولتیه نه چی. گفت من خودم همش خودم وای میکنم تامین میکنم. با گفته حکمت الله، بعدی آگاه شدن از وضع زندگی او در واگن آهنین توسط رادیوی آزادی، مردم زیادی به کمکش شتافتند. برخی هم برایش امید بخشیدند که برای دریافت سرپناه دائمی به او کمک خواهند کرد. خدا هر یک چیز سبب میکنه بنده خدا دا. های سبب کرد ما شما که شناس شدیم. شکر خدا بچه‌های چی همین تجارت کردی کار میکرد. اگر 20 سالن خیلیش دستگیری کردیم. خدا مشان درست کنه. فایز برکت کارشون عطا کنه. یکش پول آوردن خیر آوردن پولم آوردن روز دیگه خرید خونه هم کردیم. اثر پول اوایو 12 کودک خریدیم پول اوایو. همچنین بعد نشر گزارش، طبیبی از یک مرکز شخصی طبی برای طبابت رایگان همسر و 2 فرزند بیماری حکمت الله اظهار آمادگی کرده است. یک پسر او فلجی دست و پای شده از زبان مانده است و دیگری بیماری دل دارد. من زد دکتر ما گفت دکترم کودکای شما چی خیلی هم ما گفتم که نمیخواد دیاگنوز دارن آورده. گفت که خیلی بیارشون ما بینمشون بردمشون دید دارو داده راست دیگه خورده سیام کودکا داده استن با به پول طبابت کرد. موزیفرش ده به پول کرده استشیده. مراجعت‌های به تکراری او به مقامات برای گرفتن یک پاره زمین نتیجه نداد. زندگی در واگن تنگ و شرایط بد این خانواده را مجبور کرد دختر بزرگشان را به یتیمخانه دهند. اما حالا دستی کمک افراد خیرخواه این عائله بی سرپناه و پریشان را در یک خانه سرجم کرد، چیزی که اکثر عائله‌های بی خانه و از هم دور مانده در آرزویش هستند.